السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته قصه هود علیه السلام را گفته بودیم که خداوند او را به قوم عاد فرستاده بود. خداوند قوم عاد را که بسیار کبر و سرکشی کردند هلاک کرد و با شمال سرد و سخت آنها را نابود ساخت. شرک بار دیگر پهن شد، این بار در منطقه های شمال و غرب، در نیم جزیره عرب، در منطقه با نام هجر. این منطقه کوهی بود. در این جایها شرک به سرعت پهن می شد. الله ذوالجلال برای راه راست یعنی یکتاپرستی و از شرک بازداشتن آنها نبی را از عرب با نام صالح علیه السلام فرستاد. در این بابت خداوند خود گفته است: و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: ای قوم من، خدا را عبادت کنید، شما را به جز وی هیچ خدایی نیست. قوم ثمود که در این منطقه زندگی می کردند، آنها را کوه‌ها احاطه کرده بود. خداوند به آنها قوتی بسیاری داده بود که سنگ‌ها را می شکستند، کوه‌ها را چپه می کردند و در آن جای برای خود خانه‌ها و قصرها بنیاد می کردند. این چگونه قوتی بود که خداوند به قوم ثمود داده بود؟ گوش اندازید که خداوند چی می گوید. و یاد کنید آن وقت که بعد از قوم عاد شما را جانشین گردانید و شما را در زمین جای داد و شما در همواری آن کوشک‌ها می سازید و در کوه‌ها خانه‌ها می تراشید. پس نعمت‌های خدا را یاد کنید و در زمین تباهی و فساد مکنید. صالح علیه السلام آنها را پند می داد که ای قوم، این قوه‌ای که شما دارید از جانب خداست و از کوه‌ها استکارانه خانه‌ها می تراشید. پس از خدا بترسید و به من فرمان برداری کنید. قوم ثمود کوه‌ها را می شکستند و در داخل آن خانه‌ها می ساختند تا اینکه از هر گونه خطر امین بمانند. آنها گمان می کردند که از آنها دیده قوی‌تر وجود ندارد و هرگاه که صالح علیه السلام آنها را به دین خدا دعوت می کرد، آنها به او می گفتند: ای صالح، تو در میان ما پیش از این مورد امیدواری ما بودی. یعنی قوم ثمود صالح علیه السلام را دوست می داشتند و حرمت و عزتش می کردند. تا کی؟ تا آن زمانی که او آنها را به دین درست دعوت کرد. اما بعد آنی که آنها را دعوت کرد و او گفتند: ای صالح، تو را سحر و جادو تأثیر کرده است، تو دیوانه شده ای. آیا ما را از آن منع میکنی که معبودان را عبادت کنیم که پدران ما عبادت میکردند؟ همانا ما از آنچه ما را به سوی آن میخوانی سخت در شبهه هستیم. قوم صالح علیه السلام یعنی همان قوم ثمود به نزد فقیران و بیچارگان قوم که به صالح علیه السلام ایمان آورده بودند و از او پیروی میکردند آمدند و آنها گفتند: آیا میدانید که صالح علیه السلام فرستاده از جانب خداست؟ آیا باور میکنید؟ یگان دلیل و حجت دارید؟ همان اندک مردمی فقیری که بودند با تمام باوری به آنها گفتند: بله، ما به او باور داریم و به او ایمان آوردیم. بعد شنیدن این جواب آنها گفتند: همانا ما به آنچه که شما ایمان آوردید کافریم. این خود سرکشی است، این کبر است، این مغرور شدن است. این کوه‌های زیبا را که می‌بینید، این قوه‌ای که دارید، این همه را الله ذوالجلال بر شما داده است. با وجود این به او ایمان نمی‌آورید. این چگونه سنگ است در دلهای شما که از این کوه‌های سخت دیده سخت‌تر. این قومی که دلهایشان از سنگ دیده سخت‌تر بود، قوم صالح علیه السلام بودند، یعنی قوم ثمود. روز از روزها آن قوم سنگدل و متکبر به نزد پیامبرشان صالح علیه السلام آمدند تا اینکه صالح علیه السلام را با خواسته های خود ناتوان و عاجز گردانند. آنها گفتند: ای صالح، اگر بخواهی که به تو ایمان بیاریم و با تو خدای یکتا را عبادت کنیم همان گونه‌ای که تو میخواهی، پس خواسته ما را برایمان مهیا کن. آنها از او چی خواستند؟ آنها گفتند: از این سنگ که آنجا سنگ بود برای ما اشتری بیار. چگونه اشتر؟ اشتری باردار. اشتری بارداری که در شکمش جنین باشد و آن جنین 10 ماهه باشد.
حتی روز و ماه آن جنینی در شکمش بوده را معین کرده بودند. صالح علیه السلام به آنها گفت: اگر این کار را بکنم به من ایمان می آرید؟ گفتند: بله، ایمان می آریم، می خواهیم این معجزه را ببینیم. صالح علیه السلام که دوستدار قومش بود دعا کرد، خداوند را زاری و تولا کرد. از خداوند خواست که آن اشتر را به آنها بیاورد. ناگهان سنگ در جنبش درآمد. آن سنگ به دو قسم جدا شد، در حالی که همه می دیدند و از داخل سنگ اشتری کلانی برآمد. این آیات از آیات الله ذوالجلال است. این معجزه است. تصور کنید چگونه از سنگ اشتر برآمد و این هم در پیش چشمان قوم ثمود. مردم این را می دیدند. اشتر برآمد، در شکمش جنین بود. صالح علیه السلام به سوی قومش خطاب کرد و گفت: ای قوم من، این ماده شتری است که خدا برای شما نشانه فرستاده است. پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و به وی هیچ ضرر مرسانید که آنگاه شما را عذاب نزدیک بگیرد. اشتر معجزه بود. او تولد کرد، باز معجزه. قوم ثمود این همه را با چشمان خود می دیدند. آیا آنها ایمان آوردند؟ هرگز ایمان نه آوردند. آنها قوم سرکش و متکبری بودند که مقصد آنها تنها عاجز کنانیدن صالح علیه السلام بود. لیکن خداوند پیامبرش را تنها نگذاشت، دعایش را اجابت کرد و این معجزه را به او داد. روزها می گذشت. خداوند از آنها امتحان دیگری گرفت. برای آب نوشیدن این اشتر روز را معین کرد که در آن روز کسی از آنها حق نداشت به آن چاهی که از آن آب می نوشیدند نزدیک شوند. و برای آن مردم روز دومی را انتخاب کرد که این اشتر به آن چاه نزدیک نمی شد. آنها گفتند: خوب، اما چی بنوشیم روزی که اشتر از آن آب می نوشد؟ از شیر همین اشتر می نوشید که به همه اتان می رسد، زیرا که آن معجزه خداست. خداوند می گوید: این ماده شتر است که یک نوبت آب خوردن برای وی است و نوبت روز معین برای شما. روزها می گذشت و ضیقی و غم آنها را عذاب می داد. آنها می گفتند: چگونه این مرد که دعوای پیامبری می کند برای ما چارچوبه گذاشته است و می گوید اگر در این روز منع شده به آن چاه نزدیک شویم برای ما عذاب نازل می شود. روز از روز دشمنی و حسد در دل قوم ثمود نسبت صالح علیه السلام زیاد می شد. در میان قوم ثمود دو تا زنی بود، یکی صاحب مال و ملک، دیگری باشد صاحب دختران بسیار. آنها به سوی قومشان گفتند: اگر کسی از شما این اشتر را بکشد، چقدر که مال و ملک بخواهد و از این دختران زیبا کسی را که بخواهد به او می‌دهیم. دو تا مرد، یکی با نام مصراع و دیگری با نام قدار ابن صانیف به نزد این زنها آمدند و به آنها نقشه کشتن همان ماده شتر خداوندی را دادند. باز با همراهی مصراع و قدار 7 مرد دیگر جمع شدند. برای چی؟ برای کشتن اشتر. کدام اشتر؟ اشتری را که خود آنها خواسته بودند، اشتری را که صالح علیه السلام آنها را بیم داده بود که به او بدی نکنند. با وجود این همه میخواستند آن اشتر را بکشند. خداوند میگوید: آنها سخت مکر کردند و ما نیز سخت مکر کردیم، در حالی که آنها نمیدانستند. از بین چند مدت گذشت تا این دم آنها مکر میکردند و نقشه میکشیدند. اکنون وقت اجرایش نقشه اشان فرا رسید. آن 9 نفر اشتر را گرد کردند. اشتر باشد از آنها میگریخت. آنها او را در بین کوه‌ها احاطه کردند. در این وقت قدار ابن صانیف که سردارشان بود با نیزه بر گردن اشتر زد. اشتر فریاد زد با صدای بلند. هر کی در آن گرد و اطراف بود صدایش را میشنید. اما بچه اشتر گریخت و بالای کوه برآمد. آنها او را آنجا ذبح کردند. سپس به سوی آن اشتر آمدند، اشتر خداوندی. گردنش را زدند، او را کشتند.
خونش را بالای زمین جاری کردند. آنها از این کارشان خرسند بودند، می خندیدند و شادی می کردند. سپس نزد صالح علیه السلام رفتند، او را مسخره کردند و گفتند ما آن اشتر را کشتیم. صالح علیه السلام گفت چی را کشتید؟ گفتند اشتر را. اشتر خداوندی را کشتیم، اشتری را که می گفتی به او ضرر نرسانیم. ما او را ذبح کردیم، گردنش را زدیم و خونش را ریختیم. بعد آنی که از فرمان خدا سرپیچی کردند و جای توبه کردند، برعکس کبر ورزیدند و خرسندی کردند. خداوند می گوید پس آن ماده شتر را کشتند و از فرمان پروردگار خیش تجاوز کردند و گفتند ای صالح اگر از پیغمبران هستی آنچه را به ما وعده می کنی بیار. یعنی آنها به جای توبه عذاب را طلب کردند. در این حال صالح علیه السلام گریان شد، دانست که عذاب خدا می آید به سوی آنها. گفت ای قوم شما 3 روز دیگر در اختیار دارید، می توانید عیش و نوش کنید، اما بعد 3 روز بدانید که عذاب خدا نازل می شود. در قرآن کریم چنین گفته شده است، گفت ای قوم من در سرای خود 3 روز بهره‌مند باشید. این وعده بی دروغ است. روز اول رویهایتان زرد می شود، روز دوم رویهایتان سرخ شده، روز سوم رویهایتان سیاه می گردد. سپس عذاب خدا را می بینید که چگونه نازل می شود. در روز یکم رنگ رویها زرد شد، روز دوم باشد رنگ زرد به سرخ تبدیل یافت و روز سوم رویهایشان سیاه گردید. آنها ترسیدند که عذاب خدا نازل می شود، چنانه که نبی خدا صالح علیه السلام آنها را بیم داده بود. همان 9 نفر دوباره جمع شدند و مشورت کردند که صالح علیه السلام را بکشند پیش از این که عذاب نازل شود تا از وی خلاص شوند. با یکدیگر قسم خود را خورده گفتند البته بر صالح و اهل خانه او شبیخون کنیم و سپس البته به وارث او خواهیم گفت وقتی هلاک شدن اهل او حاضر نبودیم و به درستی که ما راست گوییم. و این سرسختی و بیخیردی آنها نگرید. پس از آنی که اشتر را کشتند باز میخواهند صالح علیه السلام را بکشند. در آن شب 9 نفر جمع شدند، خواستند نبی خدا را بکشند، در حالی که او در خانه اش نماز میخواند. خدا را زاری و تولا میکرد که عذاب را نازل نکند، اما آنها باشند خواهش کشتن او را داشتند. خداوند میگوید آنها سخت مکر کردند و ما نیز سخت مکر کردیم، در حالی که آنها نمیدانستند. پس بینگر که سرانجام کار آنها چگونه بود. ما همه آنها را هلاک کردیم. از آسمان بر سر آن 9 نفر سنگ بارید، سرهای آنها پاره پاره شده مردند. مردم مرده های آن 9 نفر را می دیدند. کی آنها را کشت؟ کی این عذاب را بر بالای آنها آورد؟ الله ذوالجلال. وقتا که خداوند آن 9 نفر را هلاک کرد، قوم صالح علیه السلام دانستند که آنها نیز هلاک می شوند. از همین سبب آنها یک کار عجیبی کردند. ببینید قومی که خود را از همه با قوت می حسابیدند و بر ضد خدا و پیغمبرش مبارزه می بردند، امروز دانستند که عذاب بر آنها نازل می شود. آنها با دستهای خود قبرهای خود را در خانه هایشان کندند و انتظار بودند که چگونه بر آنها عذاب نازل می شود. اما صالح علیه السلام و آنهایی که ایمان آورده بودند خداوند آنها را نجات داد. پس وقتی که فرمان ما آمد، صالح و آنان را که همراه وی ایمان آورده بودند و بخشایش از جانب خود نجات دادیم و از رسوایی آن روز رهانیدیم. همانا پروردگار تو توانای غالب است. عذاب نازل شد. صبح روز 4 جبرائیل علیه السلام به آنها یک صدای بلند زد. این صدا آنقدر بلند بود که دلهای آنها کفید. صدای بلند آنها را کشت. به درستی که ما بر آنها یک نعره فرستادیم. پس مانند گیاه خشکی در هم شکسته حزیره شدند و ستمگران را آواز سخت در گرفت. پس به وقت صبح در سراهای خود مرده افتادند. نظر کنید به کوهها و به شهرهای آنها که تا امروز موجودند، در مدائن صالح، در شمال و غرب، در نیم جزیره عرب، منطقه‌ای که هیجر نام داشت تا امروز وجود دارد. خانه هایشان،
قصرهایشان که در کوهها ساخته بودند حالا هم وجود دارند و به آنها شهادت می دهند. آنجا مکان لعنت شده است. اگر کسی به آنجا گذر کند شاید از ترس خدا گریه کند. آگاه باش، همانا ثمود پروردگار خود را انکار کردند. هر آینه دوری باد ثمود را. بعد آنی که خداوند آنها را عذاب کرد، صالح علیه السلام به آنجا آمده دید که آنها در خانه هایشان مثل کاهی پوسیده غلطیدند. با تأسف بر آنها نگاه کرد و گفت، در حالی که آنها مرده بودند اما او را می شنیدند. گفت ای قوم من، به شما پیغام پروردگار خود را رسانیدم و برای شما نیکخواهی کردم، ولیکن شما نیکخواهان را دوست نمی دارید. یک دختر از آن عذاب نجات یافت. پیش از آنی که صبح شود از آن جای فرار کرد. دانست که بر آنها عذاب نازل می شود. به سوی دیگر دیه گریخت. به آنها این قصه را نقل کرد که چی شد و چی گذشت. او بسیار تشنه مانده بود و وقتا که از آن آب نوشید خداوند او را نیز هلاک کرد. 1000 ساله ها تا این جانب شهرهای آنها موجود است. آثارشان در کوهها تا این زمان مانده است تا شاهدی بر آنها باشد. صالح علیه السلام از آنجای رفت. آنها را ترک کرد. او صفحه از صفحه های انبیا را پر کرد. او نبی عربی بود. خداوند او را بعد از این میرانید و شرک باز در روی زمین پهن شد.